به راست بپیچید. بعد 100 متر در إلى اليسار واخرج من الفرع الأول. اگه کاربر نشان هستی و نمیدونی چطوری باید این تغییرات رو روی اعلانهای صوتی اعمال کنی، این ویدیو رو از دست ند. سلام، من زکریا خادمی هستم و امروز میخوام باهاتون در مورد سخنگوهای نشان صحبت کنم. اینکه همزمان با رانندگی چشمتون به نقشه باشه تا جزئیات مسیر رو ببینید کار راحتی نیست و حتی خطرناکه. برای همین ما همیشه پیشنهاد میکنیم که هنگام مسیریابی حتما سخنگوهای نشان رو فعال نگه دارید. برای این کار مثل همیشه اپ نشان رو باز میکنید، از نوار جستجوی پایین مقصد خودتون رو انتخاب میکنید، گزینه مسیرها رو میزنید و اگر از خودرو، دوچرخه یا موتور استفاده میکنید گزینه بزن بریم و اگر از پیاده استفاده میکنید گزینه پیاده روی رو انتخاب میکنید و بعد از زدن شروع اینجا سمت چپ برای شما حالت سخنگو رو میتونید تغییر بدید. وقتی که روی این گزینه میزنید میتونید از بین حالتهای روشن، خاموش یا فقط هشدار یکیشون رو انتخاب کنید و با زدن این گزینه پایین یعنی تنظیمات سخنگو وارد صفحه تنظیمات سخنگوی خودتون میشید. حالت سخنگو همون گزینه‌های صفحه قبله که روشن، فقط هشدار و خاموش جزو گزینه‌های اونه. گزینه بعدی بلندی صداست که میتونید اون رو کم یا زیاد کنید. گزینه بعدی مربوط به سرعت خوندنه که حالا شما میتونید اینجا کم و زیادش بکنید. با زیاد کردن این گزینه سرعت خوانش متن توسط سخنگو برای شما بیشتر میشه. گزینه بعدی مربوط به پخش صدا از بلوتوثه که با خاموش کردن اون فقط سخنگو از اسپیکر خود تلفن شما استفاده میکنه و از ضبط شما صدا پخش نمیشه. گزینه بعدی هم مربوط به پخش صدا هنگام تماس است. در فید بعدی میرسیم به سخنگوهای هوشمندمون. سخنگوهای هوشمند از هوش مصنوعی استفاده کردن تا بتونن اسم خیابون‌ها و اسم کوچه‌ها رو هم براتون بخونن و اینجا اسامی اونها هست: منیژه جدید، بیژن جدید و با زدن این گزینه سمت چپ میتونید صدای اونها رو هم بشنوید. کادر بعدی مربوط میشه به سخنگوی استودیویی. اگه دوست دارید سخنگوی شما لحن و صدای انسانی تری داشته باشه میتونید از بین اونها یکی رو انتخاب بکنید. فقط یادتون باشه که توی این حالت برای شما اسامی خیابون‌ها و کوچه‌ها اعلام نمیشه. روی این حالت میتونید زبان‌های ترکی، آذری، فارسی، کردی و عربی برای سخنگوی خودتون انتخاب کنید. اگر توی قسمت‌های بالا تنظیماتی رو انجام دادید و می‌خواستید برگردید به تنظیمات قبلی خودتون میتونید از همین گزینه پایین یعنی برگشت به تنظیمات اولیه استفاده کنید و برگردید به تنظیمات اولیه خودتون. برای دسترسی به این بخش فقط از اینجا شما نیاز نیست که وارد تنظیمات سخنگوی خودتون بشید. توی صفحه اصلی گزینه تنظیمات من رو بزنید، اینجا گزینه تنظیمات رو انتخاب کنید و از این بخش گزینه سخنگو رو انتخاب کنید. دوباره وارد همون صفحه قبل میشید که من توضیحاتش رو بهتون دادم. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم ویدیو این هفته براتون مفید بوده باشه. کامنت بذارید و پیشنهاداتتون رو برای ویدیوهای بعدی منیژه بگید. بذار من هم صحبت کنم. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.